اون محصولاتی که سلامتی ما برای فرزندان خودم استفاده میکنم از کمپانی فابلیک هستند. ویتامین D3 برای کودکانی که نو تولد میشوند ایدیم هفته دکتر توصیه میکنند در شکل مسلینی هسته. میتونین برای کودکاتون بگیرین، کسلی رخید نمیشوند. هر سحر یک کپیلاکی میچکنین. ویتامین D3 برای استخوانی کودک با قوت کردن 1.5 ساله بالا توصیه داده شده است. سرتیفیکاتی حلال دارد. در شکل مایچه جویگیر است. اختراع اینها و کودکانی که مثلا همیشه قرقه خوردن نمیتونن، میتونن که بشکنین در یک قاشقچه کم ترک اوقاتی بتینشونه آسان خرک. وقتی کودک یک نیم ساله میشه، وقتی انکشافیابی استخوانش میشه، استخوان‌ها را به قوت میکنه. کامپلکس ویتامین در ترکیبش یک چند نماد ویتامین داره: کلسیم، ویتامین A، مگنی، ویتامین B6، B1، B2، انا با چی داره؟ یود داره، فولی و کسلات داره که ایمنیته به قوت میکنه، اشتهای کودک میبیاره. توصیهتان میتیم. و میگذاریم به قسم کرمی مالاتیلین. اجویبات کریمای تمام نمودی یاره الرژی را گم میکنه. توصیهتان میتیم. به حد کریمی خوبه، تمام چیده استفاده کرده میشه. کریمی کاسمتیچیسکه در تناتون یگان یاره میشه، در روتون یگان یاره چه دونه چه میشه، نیست میکنه، سینیکا گم میکنه. برای همه چی توصیهتان میتیم. دخترها مرحمت کدوم در کره میتونین در واتساپ من نویسونین، دستفتون میکنیم. به نهایت ویتامینای خوبم خودم که رزولت بگیم شما دم توصیه میتیم.